Is it not beautiful to watch the sunrise, sunrise, sunrise? السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام. امروز به شما یک قصه را نقل میکنم که خیلی غمگین میشوید. یک زن با نام زلیخا مشغول رفتن آغل گاو بود. ناگهان صدای فیغان و گریه کودک خرده‌اش او را پریشان کرد و دوید به آن طرف. پسر خرده‌اش که نسیم نام داشت دید که در روی حول فتاده شکمش را داشته به ایست گریه میکرد. مادر پرسید: چه شد پسرم؟ تنجیمی، چرا اینقدر گریه میکنی؟ کودک جواب داد: بچه جان، باز امه را زد. مادر گفت: چه گناه کردی؟ پسرش گفتم که شکر چای میخورم. مادر گفت: هیچ گپ نه. زلیخا او را آرام کرد و باز از پی آغل رو بشد. زلیخا با خود می گفت: خدایا خدا جانم، ایمانم ده. اینقدر عذاب دارم. این پدر کودک ها نیز هیچ نیکی ناموس کند و زودتر از مهاجرت بیاید. اقلا پول هم نمی فرستد که زبان من نزد اهل خانواده دراز شود. شب و روز قیسینگل و زن خیورم طعنه ام می کنند که از حساب ما می خورید. بیزار شدم. روز می شود که 3 روز نان نمی خورم. این 3 کودک بی عقل من از کجا می دانند که من اینقدر عذاب و مشقت دارم؟ خدایا از خودکشی پناهم ده. شوهر زلیخا شریف نام داشت. آنها یکدیگر را دوست داشته ازدواج کرده اند. اما شریف بعد 5 سال زندگی عائلوی به مهاجرت رفت و تا حال برنگشته است. زلیخا در این خانواده قدر و عزت نداشت. خوشتامن و خسر و خواهرشویش او را از ساعت اول خوش نکرده بودند، چون که می‌خواستند که شریف دختر خاله اش را به زنی گیرد. زلیخا در این خانه بعد رفتن شوهر به مهاجرت مثل غلام گشته بود. فرزندانش را از در بیرون می‌کردند و بگاهی به خانه راه می‌دادند. حتی بسیار وقت آشکارا خواهرشویش می‌گفت که این صغیره‌های پرخورت را گیر و از اینجا بر، من برای شما بار نمی‌کنم. روز زلیخا در قهر شد و گفت: من به خاطر شریف اینجا هستم. که شریف جوابی مرا داد، آنگاه من با کودکانم برآمده می روم. خواهر شریف گفت: برادرم شاید برای تو شده به وطن آمدن نمی خواهد. زلیخا امیدوار بود که شریف می آید و آنها زمین خریده خانه می سازند. شب در بسترش یک سردی را حس کرد و فانوس را در گراند. در روشنی ای فانوس ماری کلان سیاه را دید و با تمام قوتش داد زد. خوشتامن دویده آمد. گفت: چی داد میگویی؟ و زلیخا جواب داد: بچه جان، در اینجا مار است. و خوشتامنش گفت: این به نظرت نموده است. و زلیخا جواب داد: نه، من نبینید. دادرشویش آمده مار را گرفته از خانه برآمد و استهزاآمیز گفت: این ماری سوسمار است، چه می ترسی از ادیر فرآمدگی است؟ زلیخا نیز فکر کرد که از ادیر به حولیشان آمدگی است. آخر حولیشان نیز در نزد ادیر دیه واقع بود. او هنوز نمیدانست که خواهرشوی بدکردارش با زن دادرشویش زبان یک کرده این مار را به حجره خواب او درآورده بودند. آنها کوشش میکردند که زلیخا را ترسانیده از خانه بیرون کنند. زلیخا خودش به این کارهای زشت آنها اهمیت نمیداد، اما همین که کودکانش را گشنه و تشنه صبح صالحان به کوچه پیش میکردند به ایست میگریست. به خانه همسایه رفته زاری میکرد که برای کودکانش یک برده نان دهند. شب از مشمش خواهرشویش با خوشدامن فهمید که شوهرش در روسیه زنی روز گرفته زندگی دارد.
این خبر دل زلیخا را پاره پاره کرد و عقلش را خیره کرد. گریه‌آلود از خوشتامن پرسید: بچه جان، این آوازه نخود راست است؟ شما این خبر دروغ را از کی شنیدید؟ خوشتامن گفت: راست است. پسرم به برادرش زنگ زده گفته است که تو دیگر انتظار نشوی و رفته شوهر کنی. او زن و فرزند دارد در مسکن. زلیخا گفت: رقم تلفنش را دهید. زلیخا با رقم شوهرش زنگ زد. از آن طرف صدای مهین زنانه با زبان روسی ده گفت. زلیخا گفت: شریف. اما از آن طرف جواب گفت: من شریف نرباته. زلیخا گفت: من زنش هستم. آن زن گفت: سیچ. شریف تلفن را گرفت و به جای سلام گفتن کی رقم تلفنی مرا به تو داد گفته پرسید. زلیخا گفت: از برادرت گرفتم. خوبی سلامتیت خوب است؟ شریف جواب داد: خوبم. چرا زنگ زدی؟ من الکی جوابت را دادم. می توانی شوهر کنی. کودکان را به مادرم سپارو رو. چی؟ زلیخا این دم به هیکل شباهت داشت که در رویش رنگ نمانده بود. فیغان داشت قلبی یکتا پرستش. بعد این زنگ تلفن زلیخا دیگر مثل پیشینه چقان و با صبر نبود. دیگر امید به زندگی نداشت. در تنهایی از خوشتامنش زاری کرد که برایش از پایین حوله زمین بدهند. بچه جان، کار شدگی شد. من یتیم دختر در خانه تقا کلان شده ام. دیگر بعد بیوه شدنم مراینگه ام با این سه کودکم به خانه اش راه نمی دهد. مرا پیش نکنید. فقط که برای من زمین جدا کنید. خودم در کالخاز کار کرده کودکانم را می خورانم. خوشتامنش گفت: از کجا زمین است برای تو؟ رو از اینجا. زنی به ناموس کیها صغیره هایش را گرفته از اینجا می رفت. زلیخا گفت: صغیره های می گفتگی اتان از خون شماست. خوشتامنش گفت: از روز اول تو کلینی می خواستگی ایمان نبودی. زلیخا این دم اولین بار برای خوشتامنش تیغ کشیده نگاه کرد و با علم گفت: بچه جان، من به خانه شما تنها آمده بودم و تنها می روم. کودکان را به شما می سپارم. خوشتامنش گفت: کودکانت را گرفته بر، وگرنه به جانم قسم که برده به صغیره خانه می سپارم. این سخنان خوشتامن به دل زلیخا سخت رسید و سر قهر و غضب تمام دنیا را فراموش کرده هر سه فرزندش را گرفت و از خانه با دیده پر اشک برآمد. در مغز سر زلیخا فقط یک فکر بود: خودکشی. شیطان انسانیه همراز و همدمش بود. خدایا، من دیگر راه ندارم. کجا برم این کودکان را؟ اول آنها را به قعر دریا می پرتایم و بعدا خودم را. دیگر راه ندارم. به لب دریای کافرنهان رسید. هنوزم شیطان او را وسوسه می کرد. کودکانی پایلوچ و گوشنه از دامن مادر گرفته شکر چای می گفتند. مادر به آنها گفت: دمتان را گیرید. حاضر می رویم به آن جایی که دیگر عذاب نمی کشیم. آب دریا بعد باران شدید لایا بود و از بودش زیادتر می نمود. زلیخا با دیده گریان به آب نگریست. دریای آدمخور محتل اشاره او را زودتر فرو بردن می خواست. اول کودک خردی را به آب می پرتاید. آب زود او را فرو می برد. نوبت کودکان دیگر آمد. هر دو را از دو طرف آغوش کشیده به آب می پرتاید و گریان و نالان با شیطان هم نفس خود را از همه آخر به دریا فکند. دریای آدمخور بعد قربانی های نوبتی آرام شد. درون آب دریا زلیخا از کارهای کرده‌اش پشیمان شده بود، ولی خیلی دیر شد.